درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه تحلیلی خبری پیام نیوز. شوکت محمد با شما هستم و برنامه امروزه را برایتان تقدیم میکنم. حالا توجه کنید به نامگوی موضوعهای امروزه. حکم زندان به دلیر شریفوف و نمایش رضایت او به زندانی شدن از جانب فیک های امنیتی. در بیمارخانه استقلال پایتخت چند نفر از عائله معروف دیوانه فاه که مبتلای ویروس کرونا شده اند بستری می باشند. در تاریخ 75 سال آخر در میدان سرخ شهر مسکو روسیه سنه 9 می ریژه پیروزی برگزار نمی شود. سود ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه دیروز 16 اپریل بررسی پرونده جنایتی خبرنگار تاجیک دلیر شریفوف را به آخر رسانید و به دلیر شریفوف حکم محروم از آزادی در زندان نظامش عمومی به مهلت 1 سال داد. در مرافعه پیش از اعلام حکم ایبدار کننده دولتی برای خبرنگار تاجیک 2 سال و 4 ماه محرومی از آزادی طلب کرد. اما وکیل دفاع عبدالرحمن شریفوف خواستار آزاد کردن زیر حمایه‌اش از تالار صلح شد. در آخران مرافعه هم چون مرافعه های قبلی خبرنگاران و دیگر یار و دوستان دلیر شریفوف به تالار صلح راه دادن نشدند. مقامات گفتند مرافعه باز است، ولی بر اساس توصیه های سازمان جهانی تندرستی برای پیشگیری از سرایت کرونا ویروس شخص زیاد را به تالار راه دادن نمی توانند. منطقی گپ را بینید. به اینها کی زور بیاید به یادشان کرونا ویروس میزند. در تجلیل عید نوروز با هزاران نفر ویروس نبود. در برگزاری مسابقه گوشتین ویروس نبود. در بزکشی ویروس نبود. اکنون یک و یک باره در تالار سعودی ویروس به یاد زد. میدونیم که این تصمیم سوء استفاده از وضعیت امروزه است و مقامات از این پیش هم وقتی از کرونا ویروس خبری نبود همه مرافعه های سعودی را پشت درهای بسته میگذرانیدند. کرونا ویروس برای این حکومت اندیشه و فکر آزاد است. کرونا ویروس برای مقامات تاجیکی شنیدن سخنی حق است. هر کجا که از حق، از آزادی، از عدالت سخن می رود مثل واکسینی به تن کودک گذرانیده در تن مقامداران ما ریاکسیون می دهد. به تب لرزه می درآیند. اما اینجا من به یک چیز حیرانم. هر زمان همین اندیشه به سرم می آید که این مقامداران ما با کجایشان اندیشه می کرده باشند. آیا عقل و هوش گفتنی گپ در روان این مقامداران تاجیک وجود دارد یا اینها با پولتی دیستانسیونی از داخلی کابینت یک بدگوهر مثل رابط اداره می شوند؟ ببینید، در همین روزهای سنگین و دشوار، در همین روزهایی که همه را به وحشت آورده است، روزهایی که کاسه صبر مردم را به لبریز شوی آورده است، در این روزهایی که حکومت‌های کشورهای جهان کوشش دارند تا اندازه بیش از پیش به مردم نزدیک شوند، حکومت ما کوشش میکند تا خودش را با دست خود به انزوا تیره دهد، خودش را با چشم مردم بد و بیداد نشان دهد. حماقت از این بیش می شود. اولش این که خود اختیاراً جمع آمدن 10 نخبگان ملت، خصوصاً حقوق شناسان ورزیده و روزنامه‌نگاران بهترین کشور شهادت از آن می دهد که به بیگناهی دلیر همگان اطمینان کامل دارند. چون موادهایی که با آن دلیر را گناهکار می حسابند آنها خوانده اند و هیچ قانون شکنی و جنایت در آن نمی بینند. در جریان تفتیش پرونده و مرافعه دلیر شریفوف چند مقاله او را خواندم، اما در ترکیب آنها جنایت را نیافتم. باید آزاد می‌کردند چون برای گناهکار کردنش دلیلی ثابت نبود.
چیز دیگر این که وقتی بجز چند ربات جنایتکاران دیگر همه خلق کشور آزادیت را طلب میکنند، واقعا هرچند زندانت کنند تو آزاد هستی. زندانی آنهایی هستند که همیشه دست و پای و زبانشان با دست دیگران اداره می شود. یک حرف مستقل ندارند. همه شیشت و خست طبق فرمان است و حتی در اجرای مسئولیت نیز باید از عدالت چشم بپوشند و فرمان زاچه پرور را اجرا کنند. گفت خودشان سلطت هستند. سلطتی که حق واکنش به فرمان کماندر را ندارد. حتی فرمان کماندر مغایر به طلبات قانونی باشد. واقعا همین طور است تماشابینان گرامی. اینها سلطت و جنگاورند و دشمنانشان مردمی آزاد فکر و صاحب اندیشه. اینها خود را مسئول نابود کنی اندیشه سالم و آزاد می‌دانند، چون قدرت ذهنی و فهم و درک در برابر اهل اندیشه ایستادن ندارند، زیرا قدرت اندیشه تحمل کردن هم ندارند. همه را با قوه با زور می‌خواهند حل کنند. همین بود که امروز به خاطر رویپوش کردن شرمندگیشان فیک‌های امنیتی نواری را پخش نمودند که در آن دلیر شریفوف را وادار به آن کردند که بگوید از زندان شدنش راضی است. حکم سود درست است و او واقعا در نوشتن رساله اقتباس نادرست آورده است. در رفتن بررسی پرونده جنایتی در تفتیش شد نسبت شما چون مثلا رفتار شد. من از رفت تفتیش شد اون شکایت ندارم. تفتیش شد درست بود. خب شما خود رو در جنایتی که در موافق سودی مطرح شد گناهکار نیستید. همون قسمتی که چاپ کتاب است و قسمتی که اقتباس آوردیم از کتاب‌های ممنوعی که در قلمرو تاجیکستان همش کتاب‌های اکستریمیستی قبول شده است، در همون قسمت من واقعا خطا کردم. خود اوید به حکم برآورده سود خب حکم سود من از حکم سود شکایت ندارم. تا اینجا دوستان عزیز ما اندیشه خود را گفتیم و هم گفته های دلیر را شنیدیم. اکنون بیایید تماشابینان گرامی با هم نظری کارشناسان را گوش میکنیم. ما از شاعر و روزنامه‌نگار معروف تاجیک ظفر صوفی پرسیدیم که چرا دلیر شریفوف به نتیجه تفتیشات و حکم سود رضایت اظهار کرد و چرا وکیل دفاع گفت از حکم سود راضی است و از نتیجه حکم که دلیر را پشت پنجره زندان میبرد شکایت کردنی نیست. خب ببینید این سوالی که شما مطرح کردید در اصل عبارت از دو بخش است و بخش اول این که دلیر چرا به نتیجه تفتیشات و حکم سود گویا اظهار رضایت کرد. چون در هر صورت من به این ویدیویی که پخش شد و در اونجا دلیر گویا اظهار رضایت میکند خیلی باور ندارم و این طبیعی است که در چه شرایط گرفته شد برای همه ما مشخص است، معین است و هیچ وقت دلیر در حالت آزادی انتخاب مثلا این حرف نگفته است. اجبار بود و مجبور بود که شاید این حرف بگوید. گویا رضایت کرد و در هر صورت از طرف دیگه هم ببینید دلیر گفت که بر اون حکمی که بر اساس ماده‌ای که اونا گناهکار میکنن راضی نیست، یعنی خودش در انگیختن نزاعی مذهبی و ملی و قومی و از این چیزا گناهکار نمیدونست. دلیر فقط یه جا گفت که من اون اقتباسایی که در این کتاب آوردم خطا کردم و برای خطا هم که بیاین اینطوری حکم صادر کنین خیلی جالب است، در صورتی که اون خطا هم اجباری به گردن اجبار کرده که اینطوری بگو، بنده خدا گفت حالا اون چیزا. حالا بخش دوم سوالتون این که چرا وکیل اظهار رضایت کرد از حکم و گفت که تصمیم بر این شده که شکایت نکنن، این هم جای بحث دارد. در هر صورت وکیل خوب وظیفه خودش انجام داد. حالا شاید تصمیم دلیر بود یا شاید با هم مشورت کردن تصمیم گرفتن، این در هر صورت از وکیل باید سوال بشود.
از طرف دیگر در سابقه و تاریخ دادگاه کشور طی حداقل 15 سال آخر هیچ نشده که به زینه‌های بالایی مخصوصاً پرونده هایی که اینطوری درخواستی باشند و شکایت از طریق کمیته امنیت ملی بررسی شده باشد و اونا پرونده را برده باشند، جای مثلا شکایت شده باشد و دادگاه تجدید نظر این حکم باطل کرده باشد. نه، اصلا همچین تجربه ما نداریم متاسفانه و بعیدم میدونم. در هر صورت امروز یه چیز باید بگویم که امنیت ملی تاجیکستان، یعنی کمیته امنیت ملی تاجیکستان، مثل یک دولت در داخل دولت است. امروز سود، دادستانی و دیگر نهادهای قدرتی متاسفانه تا جای در اکثر موارد از خط کشیده امنیتی ها و قبل بیرون نمیره. هرچی اونا پیش بینی کردن همون می شود. حالا گویا اونا با این کار میخوان ثبات و امنیت در کشور نگاه دارن که متاسفانه در نظر اول و نظر ظاهر گویا همچین چیز امکان دارد، اما در اصل خود این وضعیتی که در کشور آزادی بیان رعایت نمی شود، حقوق بشر رعایت نمی شود و یک سازمان کمیته امنیت ملی آشکار میتواند روی دادگاه که یک قوه در نظام دولت داری است تأثیر گذار باشد و حکم اونا اونطوری که خودش میخواهد تنظیم میشود، یعنی کمیته امنیت اونطوری که میخواهد حکمای دادگاه تنظیم میشود یا مثلا دادستانی روش فشار میارد، این به سر خود زاینده بی‌ثباتی در دراز مدت برای کشور است و من خیلی نگرانم که خلأ به وجود میاد. خلأ قانونی، وقتی که محیط قانونی مواجه به یک خلأ شد خیلی خطرناک است. امیدوارم خودشان اونایی که امروز به این تصمیم گرفتن و به این کارا دست میزنن یک کمی از آینده فرزنداشون و خودشان فکر کنن. حالا گفتیم که در مورد مردم که دیگر اینو فکر نمیکنن، حداقل در مورد آینده خودشون، امنیت آینده خودشون فکر کنن. ما از امرالله نظام روزنامه‌نگار معروف تاجیک نیز پرسیدیم که چرا دلیر از اینکه زندان می شود اظهار نارضایتی نکرد و به طور گفت گویا حکم سود درست است و او واقعا در نوشتن رساله اقتباس نادرست آورده است. فکر میکنم دلیر زرنگتر از آن است که ما فکر میکنیم که چرا به این حکم راضی شد. اگر راضی نمیشد چی؟ یا اگر حرفی دیگری به غیر از این حرف ها میگفت آنگاه به سرش چی روز سیاهی را می آوردن؟ شاید در این باره هم فکر کرده باشد و به همین حکم ناعادلانه تن داده باشد. اما درباره اینکه خودش را گناهکار میداند واقعا هم شاید زیر یک نوع فشار، چون در روحیه دلیر وقتی که صحبت میکند کسانی که دلیر را میشناسند دلیر شخصی بشاش است، یعنی دلیر همیشه چهره خندان داشت، نه اینکه با یک قواقی گرفته صحبت میکرد. فکر میکنم که شاید از نگاه روانی خیلی هم زیر فشار بوده که دیگر به غیر این حرف ها و این کلمه ها انتخاب دیگری نداشته است. اما اینکه چرا دلیر به مرحله بالایی شکایت بردنی نیست و یا اینکه گفته است که از این حکم راضی هست، چون دلیر مرحله های دادگاهی رو در تاجیکستان بهتر از من و شاید که بهتر از خیلی ها بداند که در تاجیکستان چگونه هست. یعنی جریانی از مرحله به مرحله شکایت بردن افراد به دادگاه ها که همه هم زیر یک کس اداره می شوند و مشکل است، خیلی هم مشکل است که به نفع کس انجام شود. به این خاطر شاید به همین حکم ناعادلانه هم تن داده باشد. دلیر شریفوف را روز 28 ینوری همین سال مقامات امنیتی کشور بازداشت کرد. پروکراتوری گنرالی تاجیکستان روز 1 فوریه اظهارات نشر کرد که دلیر شریفوف در سالهای 2013-2019 بیش از 200 مقاله دارای مضمون و محتوای اکستریمیستی را نشر نموده است که به برانگیختن کینه و عداوت دینی، مذهبی
و ترغیب برتری یک قسم شهروندان نسبت به قسمت دیگر از نگاه منسوبیت دینی روانه شده‌اند. خود دلیر شریفوف و پیوندانش تا آخرین مرافعه سعودی این اتهامات را بی‌پایه و تهمت گفتند. پدر دلیر شریفوف به رسانه‌ها گفت که همچون یک ژورنالیست مستقل پسرش مقاله های تنقیدی می نوشت ولی عضو سازمانی نبود و با افراطگرایان ارتباط نداشت. جرم فقط تنقیدی حکومت. این آگاهی به تنقیدگران است. دانسته می شود با جرم تنقید کردن دلیر شریفوف و طول 1 سال روانه زندان شد و پسرش را در طول این 1 سال زنده یتیم کردند، فرزندش را. یعنی اینها چه میخواهند؟ میخواهند بگویند که آگاه باشید، ما ضعیفکان کرسی نشین توان و قدرت شنیدن تنقید را نداریم. قوه نظامی تانک توپ و ارمیه داریم، زندان داریم. همین طور روزی بسر دلیر و صدها آزاده دلان آورده امان را بسر شما نیز تنقیدگران می آریم. اما این بیچاره‌ها غافل از آنند که آخر به مقصد می رسد هر کس که از جان بگذرد. در عرفیت می گویند از گنجشک ترسی ارزن نکار. طبق اطلاع منبع معتمد رادیویی پیام، چند نفر از عائله معروفی دیوانایف ها حداقل در 2 حجره بیمارخانه استقلال بستری شده‌اند. منبع میگوید طبیبان معلومات درباره آنها را پنهان می‌دارند، اما اینکه همه مبتلا به کرونا ویروس نوع کووید 19 هستند دقیق است. با شرح بیشتر در این باره و چند خبر و رویدادهای دیگر همکارم صفیه به شما گزارش می‌دهد. در بیمارخانه استقلال پایتخت چند نفر از عائله معروف دیوانایف‌ها که مبتلای ویروس کرونا شدند بستری می‌باشند. ابتلای عائلوی آنها بعد بازگشت یک عضو عائله از ازبکستان صورت گرفته است. طبق اطلاع منبع معتمد پیام، چند نفر از این عائله معروف حداقل در 2 حجره بیمارخانه استقلال بستری شدند. منبع میگوید طبیبان معلومات درباره آنها را پنهان می‌دارند، اما این که همه مبتلا به کووید 19 هستند دقیق است. نمایندگان این عائله که در جنگ شهروندی هم شرکت کردند، از اولی به قدرت رسیدن امام علی رحمان به منصب‌های دولتی راه یافته بودند. کلانترین و معروفترین آنها شیرعلی خیرالله‌یف وزیر سابق دفاع کشور است. میرعلی خیرالله زاده برادر شیرعلی خیرالله‌یف یاور رئیس جمهوری تاجیکستان در امور امنیت و دفاع اول سرداری ریاستی آژانسی ضد مواد مخدر در ختلان بود، معاون رئیس این آژانسی است. تنها این 2 نسب خیرالله‌یف را دارند، دیگران همه تا چند قبل دیوانایف بودند و حالا عزیزالله زاده شدند. نفری معروف دیگر از این عائله صفی‌الله دیوانایف عزیزالله زاده است که زمان نماینده وزارت کارهای داخله در روسیه سپس سرداری ریاستی مبارزه با جنایت‌های متشکل بود. حالا سرداری ریاست امور داخله در نواحی وادی رشت می باشد. او سال 2018 عنوان گنرال مایور را گرفته است. برادر دیگری آنها شربت‌الله دیوانایف عزیزالله زاده است که از سال 2014 تا 2019 رئیس ناحیه وخش را به دوش داشت و بعداً رئیس ناحیه واسع تعیین گردید. متاسفانه به پیام میسر نشد دقیقاً معلوم کند کدام از نمایندگان این عائله به ویروس کرونا مبتلا شدند، چون به گفته منبع کسی را به جز یک طبیب و 2 همشیره به نزد آنها راه نمی‌دهند. اما یک منبع دیگر گفت که در دالان‌های حکومت از گرفتار ویروس شدنی شیرعلی خیرالله‌یف حرف می‌زنند. راهبران ولایت‌ها وظیفه‌دار گردیدند که کارهای فهماندهی را با اهالی جهت سری وقت کشت نمودن زراعت‌ها، گرفتن 3-4 حاصل در یک موسم، ذخیره 2 ساله مواد غذایی در هر یک عائله کشور، تشکیل گرمخانه‌ها به راه مانده شود. همچنین گفته شده است که مخصوصاً زمین‌های پرزیدنتی وسیع به استفاده داده شوند.
این گفته‌ها دیروز 16 اپریل در مجلس فوری و غیر نوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان تحت ریاست رئیس حکومت تاجیکستان امامعلی رحمان صدا دادند. بنا به گزارش کاتبات رئیس جمهور در کار مجلس، نتیجه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی مملکت در 3 ماه اول سال 2020، اجرای نقشه کشت و کار بهاری، رشد صنعت مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین جهت اندیشیدن چاره‌های سانیتری گیگینی دایر به پیشگیری بیماری سیرایتی کرونا ویروس، کاهش دادن تأثیر بحران مالیوی به اقتصادیات کشور، تأمین امنیت کشاورزی جمهوری، دیگر موضوعهای مبرم روز از جمله وضع امروزه جهان وابسته به پهنشوی کرونا ویروس، استحصال و ذخیره کافی موادهای خوراکی و دیگر مسئله‌ها بررسی شدند. این هم در حالی است که حکومت تاجیکستان تا به حال از مصرف‌های هنگفتی تجلیل ایدها و چرابینی‌های بزرگ دست نکشیده است. علاوه بر این، در تاجیکستان ساختمان چندین بنا و انشاءات‌های غیر استحصالی و از جهت اهمیت دوم درجه با صرف مبلغ‌های هنگفت ادامه دارند. حکومت به جای چاره‌اندیشی برای رفع بحران همواره آواره صرف‌های بیهوده و کم اهمیت است. بار نخست در تاریخ 75 سال اخیر در میدان سرخ کرمل شهر مسکو روسیه سنه 9 می رژه پیروزی برگزار نمی شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیام نوبتیش به مردم کشورش اعلان کرد برگزاری رژه پیروزی و آهنگ جاویدان در میدان سرخ به خاطر پاندمی کرونا ویروس به تأخیر انداخته شد. پرزیدنت فدراسیون روسیه گفت خطری وابسته به اپیدمی که حالا به اوج خود نرسیده است تا حال وجود دارد و امکان نمی‌دهد ما اقدام‌ها برای آمادگی به رژه پیروزی و دیگر چاره‌بینی‌های عمومی را آغاز نماییم. در همین حال ولادیمیر پوتین تاکید داشت که همه چاره‌بینی‌های بخشیده به روز غلبه حتماً بعد از کاهش یافتن خطر کرونا ویروس در سال 2020 تجلیل خواهند شد. این تصمیم رئیس جمهوری روسیه در تاریخ این کشور به سابقه ارزیابی می شود. طبق آمار اخیر، شمار گرفتاران به کرونا ویروس در روسیه به 28,000، شمار شفا یافتگان به 2300 نفر و شمار فوتیدگان به 232 نفر رسیده است. کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌های ایالات متحده آمریکا برای مقابله با کرونا ویروس جمعی از مسلمانان این کشور را به فکر کمک رسانی انداخت. مسلمانان در سراسر آمریکا بعد از وخیم بودن وضعیت به سبب پهنشوی ویروس کووید 19 در این کشور و عاجز ماندن ایالات متحده در رفع مشکلات مردم دست به کار شده برای بیمارستان‌های این کشور نقاب طبی و لباس‌های محافظتی تهیه می‌کنند. به نوشته پایگاه میدل است مرکز اسلامی سینسیناتی بزرگ Islamic Center of Greater Cincinnati با درخواست یک بیمارستان زنانه در شهر سینسیناتی واقع در ایالت اوهایو نقاب طبی آماده کرده است. دکتر مرام خباز مدیر خدمات مرکز اسلامی سینسیناتی از چند روز پیش گروهی از داوطلبان را تشکیل داده است تا از داخل منزل‌های خود برای کارمندان درمانی این شهر نقاب طبی دوزند. آنها همچنین شبکه پخش مخصوص به خود را ایجاد کردند تا نقاب طبی را به بیمارستان‌های محلی برسانند. مسلمانان این شهر تاکنون هزاران عدد نقاب طبی را در مرکزهای درمانی تقسیم کردند. دکتر مرام خباز که خود نیز یک پزشک بیماری‌های سالمندان است، به گزارشگر میدل است گفته است: ما به کمک بسیار زیاد و والنتیران نیاز داریم تا کار دوخت و دوزی نقاب‌های طبی را انجام دهند تا بتوانیم به تمام دوستان و همسایگان خود کمک رسانی کنیم. دکتر جانت آلتنو مدیر روابط عمومی مؤسسه درمانی ترای هلز در شهر سینسیناتی میگوید این نوع حمایت از طرف جامعه برای اعضای تیم ما در این بحران کرونا لطفی بزرگ است. ما قدردان تمام این هدیه ها هستیم و از همه شرکت کنندگان در این امر تشکر میکنیم. بر اساس آمارهای اعلام شده در ایالات متحده آمریکا تاکنون بیش از 644,000 نفر به ویروس کووید 19 مبتلا شده، حدود 30,000 نفر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. این بود مطلب هایی که امروز برایتان آماده نمودیم. برنامه های دیگری ما در شبکه های اجتماعی را پیگیری کنید. آباد و سربلند و پیروز و صحتمند باشید.
تا هفته دیگر خداحافظ. السلام علیکم و رحمت الله. رادیوی پیام، در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام، علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام، مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net